در حالی که جنگ مشترک امریکا و اسرائیل با ایران وارد 19مین روز خود شده، نشانه‌ها از پیچیده‌تر شدن معادلات و افزایش شکاف‌ها در جبهه‌های سیاسی و نظامی غرب حکایت دارد. وضعیتی که نه تنها چشمانداز پایان درگیری را دورتر کرده، بلکه دامنه آن را نیز گسترش داده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قدردانی از حمایت کشورهای عربی خاورمیانه اعلام کرد که آمریکا برای پیشبرد حملات خود نیاز و تمایل به کمک متحدان ناتو ندارد. وی گفت که توان نظامی ایران از هر جهت به شدت تضعیف شده است و واشنگتن به عنوان قدرتمندترین کشور جهان به تنهایی اهداف خود را محقق خواهد کرد. هنوز آماده ترک منطقه نیستیم، اما در آینده بسیار نزدیک این کار را انجام خواهیم داد. ایران از هر جهتی به شدت تضعیف شده است، در حالی که از حمایت گسترده کشورهای خاورمیانه برخوردار بودیم، اما عملاً هیچ حمایتی از ناتو دریافت نکردیم. ترامپ در حال این سخنان را گفته است که شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که مجتبی خامنه‌ای رهبری جدید جمهوری اسلامی با اتخاذ موضع بسیار سختگیرانه و جدی تمام پیشنهادهای میانجیگرانه برای آتش‌بس را رد کرده است و تاکید کرده که پیش از هر گونه مذاکره ایالات متحده و اسرائیل باید به زانو درآورده شوند، شکست را بپذیرند و غرامت بپردازند. در جبهه میدانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که ارتش این رژیم علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج ایران را هدف قرار داده است. در 24 ساعت گذشته ما 2 نفر از سران ایران را از بین بردیم. 2 نفر از بالاترین سران حکومت ایران. هواپیماهای ما در حال ضربه زدن به نیروهای ایران در روی زمین، در چراها و در میدانهای شهر هستند. این خبر با اندک تأخیر از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تایید شد. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش ایران تهدید کرد که پاسخ قاطع داده خواهد شد. جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران نه تنها در سطح جهانی با حمایت متحدان روبرو نشده، بلکه نشانه‌هایی از اختلاف و گسست در داخل دولت ترامپ نیز دیده می شود. جوزف کنت مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم در اعتراض به این رویکرد استعفا داد و اعلام کرد که این جنگ تحت فشار لابی اسرائیل آغاز شده است. نمیتوانم با وجدان آسوده از جنگ جاری در ایران حمایت کنم. ایران تهدید فوری برای کشور ما محسوب نمی شود و این جنگ در نتیجه فشار اسرائیل و لابی قدرتمند آمریکاییان آغاز شده است. آنچه در ایران انجام می شود امریکا را به سوی افوال و آشوب بیشتر سوق می دهد. خاورمیانه اکنون در میانه طوفانی ایستاده است که در آن دیپلماسی جای خود را به غرش موشک‌ها داده و آینده منطقه بیش از هر زمان دیگر به نتایج این آزمون سرنوشت‌ساز گره خورده است. آیا واشنگتن می‌تواند بدون همراهی ناتو و با وجود مخالفت‌های داخلی این قمار بزرگ در خاورمیانه را به سرانجام برساند یا جهان شاهد فروپاشی نظم‌های قدیمی در شعله‌های این نبرد خواهد بود؟